میراث موافق شریعت تقسیم کن. گفته یک آدم اومد بین برادرها جنجال بود یک خانه. سبحان الله، حال همین مجلس تمام نشده اما آدم از دنیا گذشت. آدمی که خانه را غصب کرده گرفته. برای همین مال و ملک دنیا هست برادرها. آدم ها در خیمه ها زندگی دارد، آدم ها در اجاره ها زندگی دارد. آدم برای خاطر این پول و مال دنیا همش تمام دنیا با تمام زرق و برقش به دو رکعت سنتی بامداد برابر نیست. یعنی به خاطر این مال و ملک شده انسان حق الله تعالی، حق برادری، این چیزا رو پایمال نمیکنه. سیله رحم، نیکی کردن به برادرها و خواهرها، از کم و بیش حقهای خود تنازل کردن، گذشت کردن، اینا اجری عظیم دارد. بنابراین اگر مادامی که اون آدم از الله تعالی نترسد، شما به خاطر الله اگر رفت و از حقتان گذرید که روز قیامت، روز قیامت اگر ماند، روز قیامت شعارش لا ظلم اليوم، امروز ظلم نیست. الله تعالی ظلم نمیکند، حق را به صاحب حق برمیگرداند. روز قیامت اگر شما ناراضی وفات کنید، الله تعالی اگر شما صاحب حق باشید، واقعا گپتان راست باشد، همین خانه از آن شما باشد و این ناحق به نام خودش از نام زنش کرده همین به شما نداده باشد، گناه های شما برگردن آن آدم میپرتاید. اگر ثواب داشته باشه ثوابش به شما میدهد، اگر ثوابش نرسد گناه های شما به اون. در دو حالت شما ضرر نمیکنید. اگر رفت و بخشید و به خاطر الله می خانه از بهرش گذشتم، گفته دیگه به مجلس قضا هم نکشید، یعنی سودبازی نکنید، الله تعالی عوضی نیک میدهد. خاصتا به خاطر الله اگر از بهرش گذرید، من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. اصلش حدیث است در بخاری، پیامبر صلی الله علیه و سلم این کسی که به خاطر الله از بهر یک کار گذرد، الله تعالی برای او عوضی نیک میدهد.